آقا امروز بار پریل پرسیل و گلریز برامون اومده، قیمت ها عجیب غریب هستن. یعنی افزایش قیمت تا کجا آخه؟ ببین این مایه 4 لیتری پریل برج 11 بوده 177، بعد شد 231، بعد عید شد 277، دوباره الان افزایش قیمت شده 346500. یعنی به خدا ظرف یک بار مصرف غذا بخوریم بهتر از اینه که خونه ظرف بشوریم. این پودر دستی پرسیل ببین قیمت قبلش بوده 46 و 200، جدید شده 69400، یعنی نزدیک 40% افزایش قیمت. یعنی دستمال کاغذی ببین قیمت جدید 41 و 300 که حتی من پارت بعد عیدش خریدم قیمتش ببین تولیدش زده 2 قیمت فروش 30600 که قبل عیدم بوده 19800 شد 30600، بعد شده 41300. یعنی دونه ای خدا شاید 400 خورده میفته، این دونه 500 تومن. من اگه به خدا خونه ای جایی چیزی بریزه رو زمین یعنی با 1000 تومانی تمیز کنم بهتر از اینه که بلندشم بیام دنبال دستمال. ببین چی بگم از کدوم بگم. مایه لباس 280 بوده شده 363. پودر 3 کیلویی پرسیل، این آدم باورش نمیشه به خدا 469 800، یعنی نیم میلیون بدی یه پودر لباسشویی بگیری. یعنی تو